بحث بعدی راجع به فلج، على سکته مغزی على القاعده یا فلج مطور کلی. فلج یه بیماری است که در یک طرف بدن به وجود میاد و محقق میشه، حس اون طرف احساس سر میشه، حس دیگه نداره به اون صورت، حرکتش کن میشه یا کلن از حرکت میفته و به طور کلی این به خاطر خوردن دوتا سرد، دو چیزی که سرد است، انسان دو چیزی که سرد مصرف کند و یا از دو چیز سرد استفاده کند، این سبب فلج هست. علل دیگری هم دارد. اولین علتش خوردن ماهی و نخوردن خرما یا عسل بعد از خوردن ماهی. هر کس ماهی میخورد از نظر پزشکی موظف است بعد از اون خرما بخورد وگر یا عسل، وگرنه در معرض ابتلا به فلج و سکته مغزی می باشد. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلامه عن مولا لابی عبد، از یکی از خادمان حضرت یا شیعیان حضرت، فرماید که حضرت دعا بتمر باللیل فاکله، فرمود خرما بیارند، خرما آوردند و حضرت خرما خوردند. سپس امام فرمودند ما بی شهوته، میل به خوردن خرما ندارم، ولکن اکلت سمکن، ولی من ماهی خوردم. سپس فرمودند و من باته، کسی که شب بخوابد، و فی جوفه سمکن، یا کسی که شب بماند و در درونش ماهی باشد، لم یتبعه به تمر و عسل، بعد از اون خرما و عسل نخورد، لم یزل عرق الفالجی یضرب علیه حتی یصبح، ژن فالج روی او میزند تا صبح. کسی است که بعد از ماهی خوردن خرما یا عسل نخورد در معرض ابتلا به فالج است. این ژن فالج سعی میکند، تلاش میکند که او را درگیر کند، مبتلا کند، میزند، جهش میکند، پیدا میکند، حرکت میکند و میزند روی انسان تا او را به فالج مبتلا کند. البته مراد خوردن هر کدوم از اینا، خرما به تنهایی کافی است و عسل هم به تنهایی کافی است. دلیلش هم این روایتی که در کتاب کافی آمده، من بات، کسی که شب بماند، و فی جوفی، و در درون او سمکن، ماهی، لم یتبعه به تمرات، بعد از اون چند تا خرما نخورد، او عسل، کلمه او آمده در اون روایت قبلی تمر و عسل، ولی در این روایت تمر او عسل، تمرات چند تا خرما، یه دونه خرما هم نه، چند تا تمرات، حداقل 3 تا جمع است، جمع عربی 3 تا به بالاست. میفرمایند لم یتبعه به تمرات، بهتر این است که فرد باشه، 3 یا 5 یا 7، به تمرات او عسل، یا عسل بعد از اون نخورد، لم یزل عرق الفارجی یضرب علیه حتی یصبح، همواره ژن فلج روی او میزند تا صبح، یعنی میخواد او را مبتلا کند به فلج. پس از مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی هم سبب سنکوب میشه، همین سردیشونه. چی میشه؟ سبب فلج. حالا روایات حالا میخونیم، فکر نکنم از جمله این در روایات وارد شده باشه، امکان داره ولی در روایات وارد نشده است. خیلی خوب، بس معلوم میشه که خوردن ماهی در شب خیلی مطلوب نیست. حالا روز بهتره، ظهر آدم مثلا یا روز مصرف کنه تا شب هضم میشه، در درون باقی نمیمونه. میفرماد کسی که شب بماند و در درونش ماهی است، یعنی اگر خب عادتا کسی که شب ماهی میخورد قهرن ماهی در درونش خواهد بود و خواهد ماند، و میفرماید این سبب ابتلا به فلج، مگر اینکه بعد از اون خرما یا عسل، خرما اون هم تعداد 3 5 یا 7 خرما باید مصرف کند وگرنه مبتلا به فلج می شود. خیلی خوب، این علت اول بود.
علت دوم هم یه علت ناشناخته است و خیلی ها مبتلا به فلج میشن به خاطر همین علت. خوردن خربوزه در ناشتاست. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه میفرماید البطیخو، خربوزه شامل خربوزه، هندوانه، گرمک، طالبی، همه ایناست. البطیخو علی الریق، ناشتا، یورث الفالج، سبب ابتلا به فالج. خیلی ها مبتلا به فالج شدن به سبب این خوردن خربوزه در ناشتاست. بله اینهایی که مبتلا میشن تحقیقی که میکنیم، بررسی که میکنیم، میبینیم بله علتش. و در کتاب کافی این روایت را آورده با تو در محاسن نه سیف همون، چون هندوانه را هم شامل بشه، چون هندوانه در عربی بهش بطیخ گفته میشه. خب در عین حال الان در فارسی دو اسم داره، هندوانه و خربوزه، ولی در عربی به همه اینا بطیخ گفته میشه، همون چیزی که در روایت وارد شده. منتها به هندوانه میگن بطیخ اخضر، خربوزه سبز، اینجوری بهش میگن. بله سحر بالاخره ناشتا اگر محسوب نشه اشکالی نداره، ناشتا نباید محسوب بشه. بله اگر ناشتا محسوب بشه، چون این روایت شاملش میشه، علی الریق ناشتاست. یورث الفالج در کتاب کافی، این روایت در کتاب محاسن وارد شده و در کتاب کافی هم وارد شده است. در کتاب کافی یه تتمه‌ای داره، میفرماید امام بعد از این مطلب میفرماید نعوذ بالله منه، پناه میبریم به سوی خدا از فالج. بیماری خوبی نیستش. چرا؟ قانون اسلام این است که بیماری هایی که چهره انسان، حرکات انسان را خراب میکند، اینها بیماری های منفوری هست، بیماری هایی است که بیماری های خوبی نیستش. حالا شاید بیماری های شائعه است. یکی هم فلج، چون این صحبت انسان خراب میکنه، حرکت انسان را خراب میکنه، کلا این ظاهرش را مختل میکنه. و این چیزایی که ظاهر انسان میخواد برای اسلام، برای انسان کرامت بخواد، ظاهرش باید سالم باشه، متعادل باشه، نرمال باشه، مختل و اختلالی در اون نباشد. به همین جهت امام میفرماید پناه میبریم به سوی خدا از بیماری فالج هست. البته بعید نیست این کلمه فالجی که در روایات شامل سکته مغزی بشه و شامل حتی بیماری MS هم بشه، چون اون هم نصف بدن مختل میشه و بی‌حس میشه و سر میشه و از حرکت میفته و توازن انسان به هم میخوره. این دومین علت بود. سومین علت درمان، این هم علت شایع، درمان سرفه است. سرفه ایمنی از ابتلا به فلج است. میفرمایند که سرفه درمان نکنید، از سرفه بدتون نیاد، زیرا پیشگیری از ابتلا به فلج. بله روایت از پیامبر میفرماید لا تکره السعال، از سرفه بدتون نیاد، فانه امان من الفلج، ایمنی از بیماری فلج است. البته سرفه دو جور است. یه سرفه‌ای داریم علتش التهاب ریه سینه است، سرماخوردگی و التهاب ریه است، به عقیده بنده این باید درمان کرد. یه سرفه‌ای داریم مربوط به قلب است، قلب ضعیف میشه، سست میشه یا خللی در قلب به وجود میاد و انسان سرفه، اینا که بیماری قلبی دارن سرفه هم میکنن. به نظرم این سرفه نباید درمان کرد، خاطر این وجود این خللی که در قلب هست نباید این سرفه را درمان کرد، زیرا سبب ابتلا به فلج، چون بیماری فلج مربوط به قلب و عروق است. حالا یه استنباطی است، اینجور نیست که روایت دلالت داره،
روایت بر وفق قوانین و قواعد استنباط باید بگیم مطلق است. کل انواع سرفه، چه سرفه‌ای که حاصل از التهاب ریه باشه یا سرفه‌ای یا خللی که در ریه باشد یا سرفه‌ای که به سبب خللی که در قلب باشه، هر دو را شامل بشه. ولی چون بیماری فلج مربوط به قلب و عروق است، بنده عرض میکنم که شاید مراد اون سرفه‌ای که مربوط به قلب میشه، نه اون سرفه‌ای که مربوط به ریه و آسم و التهاب و عفونت ریه باشه، اون باید درمان بشه. این سومین علت بود. علت چهارم خوردن خرمای برنی در ناشتاست. ظاهرا خرمای برنی سرد است، به فرمایش ناشتا مصرف نکنید. روایتی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه می‌فرماد اکل التمر البرنی علی الریق یورث الفالج. خوردن خرمای برنی در ناشتا سبب ابتلا به فالج است. ما از این علت که مبتلا نمیشیم. این علت محل ابتلا نیست، به خاطر اینکه خرمای برنی فقط در عربستان هست، اونم کیلوش 500,000 تومان است، زورمون نمیرسه بخریم. ما از این جهت راحتیم. برنی خیلی فوایدی داره، خوندیم خواهیم خوند ان شاء الله در جلد 2. پنجمین علت شستن با آب سرد و ریختن آب سرد روی بدن بعد از خوردن ماهی. جمع کردن بین دو چیز سرد. ماهی سرد است، ریختن آب سرد روی بدن اگر باشه این سبب ابتلا به فالج است. خود ماهی خوردن عرض شد اگر کسی بعد از اون خرما نخورد مبتلا به فلج میشه. اینجا اگر کسی ماهی بخورد بعدش خرما بخورد یا نخورد آب سرد رو بدنش بریزد مبتلا به فالج میشه. روایتی دادیم فرمود الاغتسال، شستن و غسل کردن بالماء البارد با آب سرد بعد اکل السمک، بعد از خوردن ماهی، یورث الفالج، سبب ابتلا به بیماری فالج می شود. در یک روایت دیگر می فرماید بعد اکل السمک الطری، ماهی تازه است، مقید کرده به این که تازه باشد. این پنجمین علت بود. ششمین علت این است که بله آخر زمان، یکی از علتها آخر زمان، این کارهایی که بشر در آخر زمان انجام میدن این سبب ابتلا به فالج. پیامبر می‌فرمایند من اشراط الساعه، یکی از نشانه های ساعت است، یا ساعت قائم یا ساعت قیامت، ان یفشو الفالج، بیماری فالج شایع میشه، خیلی ها به اون مبتلا میشن. و موت الفجعه، مرگ فجعه شایع میشه. این دوتاست آخر زمان. خب معلومه کارهایی که انسان این راحت طلبی هاش، این ماشین و نمیدونم وسایل راحتی که دارد، این سبب بشه انسان مبتلا به شاید غصه هاش هم هست، غم هاش هم هست، نگرانی هاش هم هست، استرس هاش هم هست. خلاصه زندگی آخر زمان، زندگی امروز همراه با استرس، همراه با هم و غم، جوش، ناراحتی، عصبانیت، برخورد و خود راحت طلبی هم به کنار در کنارش هست. اما ماشین دارن از در خونه تا محل هیچ تحرکی به اون صورت ندارن. شاید یکی از عللش هم اینه. هفتمین علت و سبب همبستر شدن در حال سیری و پر بودن معده. در رساله ذهبی امام رضا فرماد لا تقرب النساء من اول اللیل، نزدیک زنها نشو در اول شب، صیفا ولا شتاء، چه در تابستان چه در زمستان، و ذلك لان المعده والعروق تكون ممتلئه، به جهت اینکه معده و رگها پر می باشد، و هو غیر محمود، و این کار خوب نیست. و يتولد منه القولنج، این سبب ابتلا به قولنج، و الفالج فلج و الاقوى، سبب ابتلا به الاقوى و بیماری های دیگر. البته این روایت شالا چند بار آمده تکرار شده و خوب است. این خیلی کار، این مسئله مهمی است و کاری است که پر ضرر هست. بیشتر بیماری های
سخت علاج جدی معلول این حالت است. هم بستر شدن در حال سیریز، این در اذهان بماند. این کار چون بالاخره یک مشکلی هست و این است که انسان وقتی غذا میخورد میل به این مسئله پیدا میکند. وقتی شکم خالیه میل ندارد، وقتی شکم پره میل به. چون روایت هم داریم که غذا خوردن زیاد شهوت را تحریک میکند. ولی خب حالا بدن درگیر است، درگیر هضم غذاست. قلب خون به اندازه کافی به معده پمپاژ میکنه، دیگه قدرت پمپاژ کردن همزمان خون به سمت دستگاه‌های تناسلی ندارد. به همین جهت این دوتا کار موازی است، خوب نیست. این آسیب جدی به دستگاه‌های بدن میزند و هو سبب ابتلا به بیماری‌های عدید. اگر این روایت تکرار شد چیز بدی نیست، خوب است در اذهان بماند.